سلام. قبل از شروع این قسمت تشکر میکنم از همه عزیزایی که ما رو توی هامی باش کمک مالی میکنن. نمیدونین کمک های شما بر ما چقدر ارزشمنده. ممنونی. بعدم یه خواهشی که ازتون دارم اینه که اگه میتونید پادکست ما رو به بقیه هم معرفی کنید تا بیشتر شنیده بشیم و از سابسکرایب کردن ما هم غافل نشید. خب بریم سراغ قسمت جدید. کشتن آدم‌ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به عادت تبدیل بشه و اثر خوشگذرونی یا انتقام باشه. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب افراد زیر سن 18 سال نیست و بهتر بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به دیدن 23مین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو آذر 1404 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 23 دالتون ها در ورامین. 29 تیر سال 84 فقط چند ماه بعد از دستگیری قاتل زنای تهرانی که داستانش تو قسمت جانی طناب قرمز براتون تعریف کردم و تو روزایی که محمود احمدی نژاد توی انتخابات دوره اول تونسته بود از اکبر هاشمی رفسنجانی رأی بیشتری بیاره و آماده میشد تا 6مین رئیس جمهور ایران بشه، به مامورای انتظامی ورامین خبر میدن که جنازه یه زن جوون تو کانال آب قیام دشت پیدا شده. مامورا به محل جنایت میرن و متوجه میشن که این زن که اسمش اکرم بوده اول خفه شده و بعد جنازهش توی کانال آب انداخته شده. جنازه با دستور قضایی برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی فرستاده میشه و تحقیقات مامورای پلیس آگاهی ورامین در ارتباط با این پرونده شروع میشه. چند ماه بعد یعنی 22 دی سال 84 تو روزایی که خبر سقوط هواپیمای فالکون 20 سپاه سمت ارومیه حسابی خبرساز شده بود و سپاه یکی از فرمانده‌های مهمش به اسم احمد کاظمی رو از دست داده بود و سریال کلانتر 2 از شبکه 1 پخش میشد، جنازه یه زن جوون دیگه به اسم عذرا اطراف کانال آب ورامین پیدا میشه. پلیسا تحقیقاشون رو شروع میکنن و احتمال میدن که شاید قضیه خودکشی بوده و این دختر جوون خودش رو انداخته تو کانال آب و کم کم آب آوردتش کنار خشکی و پروندهش هم بسته میشه. 28 فروردین سال 85 در حالی که احمدی نژاد خبر تکمیل شدن چرخه سوخت هسته‌ایش رو به دنیا اعلام می‌کرد و از همینجا تحریم‌های سنگینی علیه ایران شروع می‌شد، جنازه زن جوونی که بعداً معلوم میشه اسمش کبرا بوده همون اطراف پیدا میشه. پلیسا به محل جرم میرن و تحقیقاشون رو شروع میکنن، ولی تو این مرحله خیلی به فکر زنجیره‌ای بودن این جنایت‌ها هم نمیافتن. بعد از ظهر 19 خرداد سال 85 جنازه یه زن جوون اطراف کانال آب ورامین پیدا میشه. تو اون روزا جو شمال غربی مملکت حسابی به هم ریخته بود. اگه یادتون باشه روزنامه ایران یه کاریکاتور چاپ کرد با عنوان چه کنیم که سوسک‌ها سوسکمان نکنن، که توش یه بچه‌ای داره با یه سوسک حرف میزنه و سوسک در جواب پسر گفته نه. این کاریکاتور باعث شد مردم آذری زبان حسابی عصبانی بشن و تظاهرات بزرگی شروع میشه که دامنش به تهران هم میرسه و یه سری از دانشجوی دانشگاه تهران از ساعت 9:30 تا 2 شب دم در دانشگاه تجمع میکنن. حکومت برای آروم کردن معترضین دست به خشونت میزنه و حداقل 4 نفر توی نقده به اسمای توحید آذریون، همت اسمزاده، حسین فتحی پور و اسگر قاسمی توی درگیری‌ها به دست نظامیان کشته میشن. حالا تو همچین شرایطی که جو جامعه ملتهبه، خبر یه قتل هم به دست پلیس ورامین میرسه. مامورای پلیس بعد از شنیدن این خبر سری خودشون رو به محل حادثه میرسونن و میبینن جنازه یه دختر جوون که با ضربه‌های زیاد چاقو به قتل رسیده بوده برهنه و پیچیده شده لایه ملافه کنار کانال آب ورامین انداخته شده. کارآگاه‌ها شروع میکنن به بررسی پرونده و متوجه میشن که یه خانواده چند روز قبل خبر گم شدن دخترشون رو به اداره آگاهی گزارش داده بودن. اسم این دختر جوون بهاره بوده و 35 سالش بوده. بعد از اینکه خانواده بهاره برای شناسایی جنازه به پزشکی قانونی میرن، معلوم میشه این جنازه مال همون دختر گم شده است. تو تحقیقات اولیه پلیسا حدس میزنن از اونجایی که طلاها و پولای بهاره دزدیده شده، پس حتما قصد قاتل یا قاتلا دزدی بوده.
تحقیقا ادامه پیدا میکنه ولی پلیسا نمیتونن سرنخی پیدا کنن و به نتیجه‌ای که دلشون میخواسته برسن. 8 مرداد همون سال دوباره به مامورای یکی از کلانتری‌های ورامین گزارش میدن که جنازه یه زن جوان اطراف کانال آب پیدا شده. مامورا به محل جنایت میرن و میبینن که این زن جوان خفه شده و بعدم با ضربه‌های چاقو کشته شده. این زنم لباس تنش نبوده، پس معلوم میشه احتمال تجاوز هم وجود داشته. جنازه به پزشکی قانونی فرستاده میشه و مامورا شروع میکنن به پیگیری گزارش‌های مفقودی این مدت که میبینن یک گزارش با جنازه‌ای که پیدا شده مطابقت داره. تو اون گزارش گفته شده بوده که معصومه 30 ساله چند روزیه که گم شده و خبری ازش نیست. مامورا به خانواده معصومه خبر میدن و اونا توی پزشکی قانونی تایید میکنن که این جنازه دخترشونه. تو این روزا اگه اهل تلویزیون تماشا کردن بودین، برنامه صندلی داغ با اجرای احمد نجفی به خاطر نوع سوالای روکی که از مهموناش میکرد و سریال اولین شب آرامش بین مردم حسابی محبوب شده بود و این سریال تیتراژش هم خیلی برای مردم جذاب بود. در حالی که بین این دوتا قد شباهت‌های زیادی وجود داشت ولی هنوز کارگاه‌های پرونده نتونسته بودن قانع بشن که این دوتا قد میتونه به هم مربوط باشه. پس بعد از یه مدت که نمیتونن سرنخی پیدا کنن، این پرونده هم به سرنوشت پرونده اول دچار میشه و به حال خودش رها میشه. 2 ماه بعد از پیدا شدن جسد معصومه، یعنی 5 مهر سال 85، تو روزایی که سریالای ماه رمضونی مثل صاحب دلان با بازی باران کوثری و زیرزمین با بازی سروش صحت و بهار رهنما از تلویزیون پخش میشد، خبر پیدا شدن جسدی زن جوون دیگه اطراف کانال آب ورامین به دست مامورای پلیس میرسه. وقتی مامورا به محل جرم میرسن، میبینن بدن این زن تن و پیچ شده و اموالش هم دزدیده شده. پزشکی قانونی تشخیص میده که این زن به خاطر خفگی جونش رو از دست داده. تو بررسی‌های بعدی معلوم میشه که اسم این زن فرح بوده و 42 سالش هم بوده. بررسی‌ها شروع میشه ولی بازم پلیس نمیتونه به نتیجه دلخواهش برسه. خب قطعاً یه سری مظنون رو دستگیر میکنن و ازشون بازجویی هم میکنن ولی هیچ کدومشون به پرونده قتل نزدیک هم نبوده. بعد از پیدا شدن جنازه فرح، قتل خانم‌ها اطراف کانال آب ورامین برای یه مدتی متوقف میشه. انگار که قاتل یا قاتلا فهمیده بودن پلیسا دنبالشونن و خواسته بودن که اینجوری کمتر بهشون مشکوک بشن. اما 19 فروردین سال 86 قاتل یا قاتلا دوباره فعالیتشون رو شروع میکنن و این بار خبر پیدا شدن جنازه یه زن جوان اطراف کانال آب به مامورای کلانتری ورامین میرسه. مامورا وقتی به محل جنایت میرسن میبینن جنازه توی گونی گذاشته شده و لباس هم به تن نداره. بررسی‌ها شروع میشه و معلوم میشه جنازه مال دختر 28 ساله به اسم نسیم بوده که اصالتا افغانستانی بوده و خانواده‌اش هم خبر گم شدنش رو به پلیس داده بودن. به نسیم تجاوز شده بوده و بعدش هم خفه شده بوده. اگه بخواید دقیق‌تر اون روزا رو به یاد بیارید، باید بگم که سریال مدار 0 درجه با بازی شهاب حسینی تازه از شبکه 1 پخش شده بود و این سریال بین مردم خیلی محبوب شده بود. خب پیدا شدن 4 جنازه توی یه نقطه، سرقت طلایی همه مقتولا و شیوه تقریبا مشابه تو کشتن این 4 نفر 3 نکته‌ای بود که سریالی بودن این جنایت‌ها رو تایید می‌کرد. اما 4مین سرنخ هم از سمت متخصصای پزشکی قانونی به دست کارگاه‌ها میرسه و اونا با معاینه اجساد اعلام میکنن که به هر 4 خانم قبل از کشته شدن به زور هم تجاوز شده بوده و نشونه‌های مقاومت هم روی بدنشون مشخص بوده. اما چرا میگم 4 جنازه و قبلی‌ها رو حساب نمی‌کنم؟ چون پلیسا هنوز نفهمیده بودن که اون قتل سال 84 هم ممکنه که با این قتل‌ها در ارتباط باشن و فعلا همین 4 قتل رو بررسی می‌کردن. در حالی که جستجوی گسترده‌ای برای دستگیری عامل یا عاملای این جنایت‌ها ادامه داشت، یه سری شکایت به دست پلیس میرسه که گفته میشد خانم‌ها بعد از سوار شدن به پیکان از طرف 3 سرنشینش مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن و بعد از دزدیدن اموالشون توی بیابونای اطراف ولشون می‌کردن و بهشون حتی تعرض هم کرده بودن. بعد از این شکایت‌ها از خانم‌ها میخوان به اداره آگاهی برن و چهره دزدا رو توصیف کنن تا بلکه اگه سابقه دار هستن اینجوری بشه ردی ازشون پیدا کرد. بعد از به دست اومدن چهره‌های حدودی از سرنشینای ماشین، مامورا میفهمن که این 3 نفر 3 برادر شرور و سابقه دار به اسمای علیرضا 32 ساله، حمیدرضا 28 ساله و امیررضا 26 ساله هستن.
با دستور عبدالله زاده، دادستان ورامین و قاضی پرونده ها، چند تا از مامورای ورامین توی محلهای مختلفی که فکر میکردن اون 3 نفر اونجا بیشتر رفت و آمد دارن کمین میکنن و بالاخره میتونن بازداشتشون کنن. تو وهله اول این 3 تا برادر منکر آزار و اذیت زن و دخترا میشن، اما تو بازرسی از خونه هاشون یه سری از اموال قربانی‌ها پیدا میشه. پس اونا مجبور میشن که اعتراف کنن. علیرضا و امیر تو بازجویی‌ها به 13 تا دزدی و آزار و اذیت 2 تا زن هم اعتراف میکنن. حمیدرضا هم اعتراف میکنه که فقط تو جریان آزار و اذیت یکی از اون زن‌ها هم دستی کرده. اونا میگن که تا حالا نزدیک 14 میلیون طلاهای دزدی و به مالخری به اسم رضا که توی شهر ری کار میکرده فروختن. تو شرایطی که این 3 نفر به جرم دزدیاشون توی زندان بودن و منتظر بودن مراحل قضایی پروندهشون طی بشه، این نظریه توی ذهن بازپرس غلامیاری جرقه میزنه که شاید عامل قتل اون 4 تا زن هم همین برادرها باشن. البته هیچ مدرکی برای اثبات این احتمال وجود نداشته و فقط در حد یه حدس بوده، تا اینکه با تحقیق بیشتر درباره این 3 تا برادر میرسن به همسر سابق علیرضا که تازگی ازش جدا شده بوده و بازجویی ازش رو شروع میکنه. این زن به بازپرس غلامیاری میگه دلیل طلاقش رابطه داشتن شوهرش با زنای دیگه بوده. اون میگه حدود 1 سال قبل به خاطر خیانت‌های علیرضا اختلافشون زیاد شده بوده و وقتی گفته که میخواد ازش طلاق بگیره، اون تهدید کرده که میکشتش. گفته تو رو هم مثل فرح میکشم. با به دست اومدن این سرنخ، مامورا تو تحقیقاشون میفهمن این فرحی که زن علیرضا داره ازش حرف میزنه همون زنیه که جنازش 5 مهر سال 85 توی کانال آب ورامین پیدا شده. برای همین بازجویی تخصصی از علیرضا شروع میشه و تو شروع بازرسی‌ها علیرضا هیچ جوره زیر بار قبول کردن اتهام قتل نمیرفته و فقط میگفته که کارشون دزدی بوده، تا اینکه اونقدر فشار روشون زیاد میکنن که بالاخره طی چند ماه و خورد به قتل 6 تا زن بین سالهای 84 تا 86 اطراف ورامین اعتراف میکنه و میگه قتل‌ها رو تنهایی انجام دادم. برادرام از قتل خبر نداشتن. از تیر 84 تا فروردین 86 همه قربانیامو بعد از بردن به جاده جلیل آباد تو ورامین کشتم. تو سال 86 تصمیم گرفتم دیگه قتلی نکنم. بعدش فقط دزدی میکردیم. ما خرجمون از دزدی طلا جواهرای زنا در می آوردیم. ولی هر وقت یه زنی خیلی دیگه مقاومت میکرد مجبور میشدم بکشمش. یه بارم یکیشونو بردم یه دامداری سمتای ورامین، نگهبانش هم یه یارو افغانیه بود، دولت خان فکر میکنم. با هم بهش تجاوز کردیم. معمولا قربانیامو خفه میکردم ولی 2 تاشونو برای اینکه مطمئن بشم مردن با چاقو هم یه چند تا بهشون زدم. بعدش هم جنازه‌شونو انداختم تو همین رودخونه. لباسشونم برای این در می آوردم که هیچ ردی از خودم رو قربانیا نداشته باشم. اون درباره قتل 5 میگه فکر میکنم 29 تیر سال 84 بعد از دزدیدن یه زنی که اسمش اکرم بود بردمش بیرون شهر. بعد از خفه کردنش طلاهاشو دزدیدم و جنازه‌شو انداختم تو همون کانال ورامین. از اونجایی که در رابطه با قتل اکرم یه نفرم بازداشت شده بوده، بعد از این اعترافا این مرد آزاد میشه. بازم اعترافا زیر شکنجه و مجرمایی که مجرم نبودن. بعد از این اعترافا غلامیاری متهمو برای بازسازی صحنه‌های این 6 تا قتل میبره و اون همه رو درست بازسازی میکنه. غلامیاری از اونجا که احتمال ارتکاب قتل‌های دیگری رو هم از سمت متهم میداده، بیخیال بازجویی نمیشه تا اینکه علیرضا به قتل یه زن دیگه هم تو جاده چرمشهر اعتراف میکنه. اون میگه سال 85 بعد از اینکه یه زن رو توی قرچک سوار ماشینش کرده، اونو با انگیزه سرقت به بیابونای چرمشهر میکشونه. بعد تومش رو که یه زن مسن بوده خفه میکنه و بعد از دزدیدن طلاهاش جنازه رو میندازه همونجا فرار میکنه. با اعترافای جدید علیرضا موضوع از دادگاه بخش فشافویی استعلام میکنن و معلوم میشه که سال 85 یه قد شبیه اعترافای علیرضا تو اونجا اتفاق افتاده بوده. برای همین پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرای ورامین فرستاده میشه. بعد از این اعترافات سرایدار متهم یعنی دولت خان هم دستگیر میشه و پرونده متهم و بعد از بازسازی‌های صحنه قتل 7 زن و دختر با صدور کیفرخواست به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده میشه.
مامورا تلاش میکنن رضا که مالخر بوده رو هم دستگیر کنن، ولی انگار نمیتونن پیداش کنن. 20 اسفند سال 87 دادگاه قتل سریالی زنای ورامین برگزار میشه. محاکمه متهمات تو 2 بخش علنی و غیر علنی به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی با حضور 4 قاضی مستشارش، یعنی حسن رحیمی، غلامرضا بومی، محمد رضا محمدی کشکولی و جمال سری تو سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران برگزار میشه. تو این جلسه غیر از خانواده قربانی‌ها، خانمایی که این 3 برادر بهشون تعرض کرده بودن یا اموالشون رو دزدیده بودن هم اومده بودن. برای همین سالن دادگاه خیلی شلوغ شده بوده. تو شروع جلسه قاضی شادابی نماینده دادستان تهران کیفرخواستش رو میخونه و میگه علیرضا که فامیلیش مشخص نیست و 33 سالشه و سابقه کیفری هم داره، متهم به مباشرت و قتل 7 زن، جعل عنوان، آدمربایی و سرقت به عنف. اون 29 تیر سال 84 اولین قربانیش رو به اسم اکرم به قتل رسونده. عذرا قربانی بعدیش بوده که 22 دی سال 84 کشته. تو سومین جنایت زنی به اسم کبرا 28 فروردین سال 85 از پا در اومد. علیرضا بعد از اون زنی به اسم بهاره رو 19 خرداد همون سال کشته. اون 8 مرداد زنی به اسم معصومه و اوایل مهر زنی به اسم فرح کشته. آخرین قربانیش هم اسمش نسیم بوده که 9 فروردین سال 86 به قتل رسیده. غیر اینا این آدم متهم به آزار و اذیت 2 زن دیگه به اسمای نازنین و صدیقه است. شادابی درباره متهمای دیگه میگه امیر متهم ردیف دومم توی سرقت‌ها، آدمربایی، ضرب و جرح عمدی، سرقت به عنف و آزار و اذیت 2 زن به اسمای نازنین و صدیقه با برادرش هم دست بوده. حمید رضا سومین متهم پروندم تو ماجرای آزار و اذیت نازنین با 2 برادرش مشارکت داشته و متهم ردیف 4 که یک تبعی افغان هست به اسم دولت خان تو آزار و اذیت صدیقه مشارکت داشته. قاضی شادابی در آخر میگه با توجه به اعتراف‌های متهما، بازسازی صحنه‌های جرم، صورت جلسه شناسایی متهما از سمت شاکی‌ها و نظریه پزشکی قانونی، تقاضای مجازات قانونی متهما رو دارم. بعد از صحبت‌های دادستان، خانواده‌های قربانی‌ها یکی یکی با حال زار به جایگاه میرن و تقاضای اعدام علیرضا تو ملأ عام و مجازات بقیه متهما رو میکنن. بعد از اون عزیز محمدی از متهم ردیف اول یعنی علیرضا میخواد به جایگاه بیاد و بعد از شنیدن اتهاماش و تفهیم شدنش بهش از خودش دفاع کنه. علیرضا به جایگاه میره و میگه من قاتل نیستم. فقط اتهامای آدمربایی و دزدی و آزار و اذیت 2 از خانوما رو قبول دارم. من زیر شکنجه بودم تو آگاهی، مجبور شدم به این 7 قتلم اعتراف کنم. اگه من قاتل بودم که باید همه این زنایی که سوار میکردم و میکشتم، خب تا ازم شکایت نکنن دیگه. عزیز محمدی میپرسه چرا بعد از دستگیری شما دیگه قتل مشابهی توی اون منطقه اتفاق نیفتاد؟ علیرضا میگه چون خبر دستگیری من سریع تو شهر پیچید و قاتل وقتی جریانو فهمید دیگه قتل نکرد. عزیز محمدی میگه شما یه بار جلوی دادستان ورامین قتل رو تشریح کردید. اونجا که تحت فشار بازجویی نبودی، چرا اعتراف کردی؟ متهم میگه میترسیدم بعد از اینکه دوباره بردنم آگاهی بازجویی شروع بشه. اینجا رئیس دادگاه از قاضی عبدالله زاده دادستان وقت ورامین میخواد به عنوان مطلع به جایگاه بیاد و درباره این موضوع صحبت کنه. عبدالله زاده هم میگه متهما اولش در رابطه با پرونده سرقت همراه با آزار و اذیت دستگیر شده بودن که اظهارای همسر علیرضا روند رسیدگی به پرونده رو وارد مرحله تازه‌ای میکنه. وقتی یه بار متهم رو دیدم ازش پرسیدم که آیا اعترافش زیر فشار بازجویی بوده که اونم گفت هیچ فشاری در کار نبوده. از طرف دیگه متهم در حضور بازپرس شعبه سوم دادسرا جزئیات جنایتاشو به صورت کامل تشریح و صحنه قتل رو هم بازسازی کرده بوده. اعترافا با شرایط پرونده مطابقت داره و معتقدم متهم برای فرار از مجازات منکر اعترافای قبلی شده. قاضی عزیز محمدی برمیگرده سمت متهم و میگه تو ماشین شما نوار چسب پهن پیدا شده که ازش برای بستن دست و پای مقتولا استفاده شده بوده. در مورد چه توضیحی داری بدی؟ من قتلی انجام ندادم. با اون نوار چسبم دست و پای نازنین که آزار و اذیتش کردم و بستم و بردمش خونم. بعد از این حرف قاضی رحیمی یکی از مستشارای دادگاه میگه تمام اعترافهای شما با واقعیت منطبقه. چجوری منکر قتل میشید؟
علیرضا میگه همه از جریان قتل زنا تو ورامین خبر داشتن. وقتی دیدم کسی پیگیر کارم نیست اعتراف کردم. عزیز محمدی اینجا از متهم میخواد برگرده سر جاشو. از 2 خانومی که این 4 نفر بهشون تجاوز کرده بودن میخواد که به جایگاه بیان و ته شکایت کنن. نازنین میگه ساعت 8 شب بود و میخواستم برم خونمون. ماشین اینا جلوم وایساد، منم سوار شدم. علیرضا پشت فرمون بود، برادرش امیرم جلو نشسته بود. یکم که رفتیم تو یه جای خلوت امیر خودش رو رسون صندلی عقب، بعد با تهدید دست و پا و سر و صورت و چشام و همه رو با چسب بستن. بعد منو بردن یه خونه‌ای و یه فرش انداختن رو ماشین که معلوم نشه. 3 برادر شبونه منو بردن توی یه اتاق و مورد آزار اذیت قرار دادن. بعدم ساعت 5 صبح منو جلوی یه آژانس ول کردن. صدیقه شاکی بعدی هم میگه من توی یه گروه موسیقی بودم. شب حادثه یه برنامه‌ای برای خونه سالمندان می‌خواستیم اجرا کنیم. ماشین اینا جلوم وایساد. منو فکر کنم مسافرکشن، سوار شدم. ولی امیر و علیرضا با تهدید منو بردن توی گاوداری و با یه کمکی مرد افغانی آزارم دادن. بعد از صحبت‌های این 2 شاکی، قاضی عزیز محمدی از امیر میخواد دوباره به جایگاه بیاد و از خودش دفاع کنه. اونم میگه آزار و اذیت نازنین و دزدیا رو قبول دارم، اما اتهام آزار و اذیت صدیقه رو نه. عزیز محمدی بعدش از حمید رضا برادر کوچیک‌تر میخواد به جایگاه بیاد و درباره این 2 شکایت حرف بزنه. حمید رضا میگه اتهاما رو قبول دارم. یه لحظه وسوسه شدم و برادرامو همراهی کردم. دولت خان آخرین متهمی بود که از خودش دفاع میکنه و این مرد افغان اتهاماشو رد میکنه و میگه من به صورت غیر قانونی اومدم ایران. چرا باید کاری کنم که برام درد سر بشه؟ اون روزم امیر و علیرضا یه دختر جوون رو آوردن دامداری که توش کار میکردم و من هیچ کاری با اون دختر نداشتم. بعد از شنیدن آخرین دفاعیات متهما و دفاع وکیلاشون، قاضی عزیز محمدی ختم رسیدگی به پرونده رو اعلام میکنه. اطلاعات دیگه از این دادگاه وجود نداره. بعد دفاع متهما و شکایت 12 شاکی پرونده تو دادگاه کیفری استان تهران، قاضی عزیز محمدی و 4 مستشارش رأیشون رو درباره این پرونده صادر میکنن و متهم ردیف اول یعنی علیرضا رو به اتهام قتل 7 زن و دختر، آدمربایی، سرقت و تجاوز به عنف به 7 بار قصاص، 1 بار اعدام، 20 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم میکنن. متهم ردیف دوم یعنی امیر به اتهام مباشرت در آدمربایی و تجاوز به عنف و سرقت به 1 بار اعدام و 20 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم میشه و متهم ردیف سوم یعنی دولت خان که از اتباع افغانستان بوده هم به اعدام محکوم میشه. قضات رسیدگی کننده به این پرونده برای متهم دیگه پرونده یعنی حمید رضا برادر کوچیکتر به دلیل نقشی که توی جرم دیگه برادرش داشته مجازات زندان رو در نظر میگیرن. این احکام در حالی صادر میشه که این قاتل سریالی قبل از محاکمه توی مصاحبه با روزنامه ایران گفته بوده که از قتلاش پشیمون نیست و بعد از هر قتل نه تنها دچار عذاب وجدان نمیشده بلکه آتیش انتقام و کینه تو وجودش آروم میگرفته. اما دوست دارم اینجا یه تحلیل خیلی سبک روانشناختی هم راجع به این جنایت داشته باشم که با کمک هوش مصنوعی بهش رسیدم. خیلیتون راحت که همه این مطالب بر اساس رفرنس‌های علمیه. الگوی روانشناسی قابل استنباط از پرونده چند تا مورد رو مشخص میکنه. اولیش گروهی بودن جرم و نقش ساختار خانوادگیه. این پرونده شامل 3 برادره. تو روانشناسی جرم وقتی یک گروه خانوادگی مرتکب خشونت شدید میشن چند تا الگوی شناخته شده مطرح هستش. الف همبستگی مجرمانه. پژوهش‌ها نشون میده که احتمال وقوع خشونت شدید توی افراد زمانی بالاتر میره که رهبر گروه یه فرد مسلط و ضد اجتماعی باشه و بقیه اعضای گروه هم پیروانش باشن. تو خانواده‌های با الگوهای تروما، خشونت خانوادگی یا بی‌ثباتی شدید احتمال همجرمی هم افزایش پیدا میکنه. به نقش سلسله مراتب قدرت هست. تو موارد مشابه معمولاً یه نفر خشونت بیشتری اعمال میکنه، جرایم رو هدایت میکنه و رفتارش رو برای بقیه افراد مشروع سازی میکنه.
مطالعه‌های مروری نشون میده که قتل‌های جنسی جرمایی با طیف گسترده از انگیزه ها هستن، از قتلایی که انگیزه جنسی شهوانی دارن تا قتلای خیلی پرخشم و انتقام جویانه. وقتی چند نفر با هم مرتکب عمل جنسی خشونت آمیز و قتل میشن، عوامل فردی مثلا آسیب پذیری شخصیتی، پارافیلیا یا اختلالای ضد اجتماعی، گروهی یعنی هدایت، رقابت، فروپاشی، بازداری‌های اخلاقی و زمینه‌ای فرصت، سرپوش اجتماعی، فقر یا نابرابری همه با هم ترکیب میشن. نکته بعدی اختلال شخصیت و سایکوپاتی هست. سطوح بالای ویژگی‌های ضد اجتماعی، فقدان همدلی، رفتارهای دستکاری شده و بی‌اعتنایی به حقوق دیگران که با خشونت‌های جنسی و مخصوصاً اعمال سادیستی همراه بودن توی این تحقیقات خیلی دیده شدن. توی این پرونده مکانیزم‌های روانی و اجتماعی گروهی که جرم رو تسهیل می‌کنن هم مهم هستن. تحقیقات چند پژوهشی روی تجاوزهای چند تا متهمی و خشونت‌های جنسی گروهی نشون میده که چند تا مکانیزم کلیدی وجود داره. اولیش رهبر پیرو و رقابت حیثیتی. معمولاً یک یا دو عضو نقش راهبردی یا تحریک کننده رو دارن. بقیه در نقش پیروان که برای کسب موقعیت یا تایید اجتماعی توی این گروه‌ها عمل میکنن. دومیش تفکیک مسئولیت و توضیح گناهه. در حضور چند فرد هر عضو مسئولیت فردی رو کمتر احساس میکنه و بازدارندگی‌های اخلاقی ضعیف‌تر میشه. آخرین موردم تحریک گروهی و تشدید هستش. عمل خشونت آمیز ممکنه که طی تکرار با تایید همگروهی‌ها شدت بیشتری هم پیدا کنه. مرورهای تخصصی توی حوزه‌های تجاوز چند متهمی و خشونت گروهی این مکانیزم‌ها رو تاییدم کرده. اما حالا بریم ببینیم چرا ترکیب فردی گروهی سه تا برادر یا خانوادگی ممکنه که خطرناکتر هم بشه. تو پیوندهای خانوادگی محلی، نزدیکی خانوادگی میتونه همبستگی و اعتماد داخلی رو تقویت کنه و در نتیجه هماهنگی عملی و سکوت داخلی رو آسان‌تر بکنه. همزمان کنش خنثی‌سازی اخلاقی توی گروه راحت‌تر هم اتفاق میفته. دومین مورد تایید هنجاری جمعی هستش. توی خانواده یا شبکه‌ای که الگوهای ضد اجتماعی یا تحقیر زن‌ها رو طبیعی توش میدونن، امکان مشارکت جمعی توی اعمال خشونت آمیز افزایش پیدا میکنه. در نهایت هم میشه گفت بسترهای اجتماعی اقتصادی یا اجتماعی حاشیه‌ای تو وقوع این جرم بی‌تاثیر نبودن. وقوع جرم تو مناطق حاشیه‌ای معمولاً با فرصت کم برای نظارت اجتماعی، برخورد کم سرعت پلیس، حاشیه‌نشینی زنای آسیب پذیر همراهه و مجرم برای ادامه کارش مصمم‌تر هم میشه. با توجه به اینکه محل وقوع جنایت‌ها توی ورامین بود، تصمیم گرفته میشه تا حکم محکوما تو زندان خورین ورامین به اجرا در بیاد. از صبح زود خانواده قربانی‌ها برای ورود به زندان و اجرای حکم سه تا محکوم لحظه شماری می‌کردن. قبل از اجرای حکم اجازه میدن مادر و برادر علیرضا و امیر، یعنی دو تا از متهما، برای آخرین بار همدیگر رو ببینن. مادر این دو نفر با گریه التماس می‌کرده که فقط یکی از بچه‌هاشو اعدام کنن. ساعت 8:30 صبح دوشنبه 14 دی سال 88 اسمت الله جابری دادیار شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران به محل اجرای حکم میره و مسئولای قضایی و خانواده قربانی‌ها هم اونجا جمع میشن. بعد از چند دقیقه متهما یعنی علیرضا، امیررضا و دولت خان به محوطه زندان آورده میشن. خانواده قربانی‌ها با دیدن متهما داد و نفرینشون بلند میشه و میخوان که به سمتشون حمله کنن، ولی مامورا جلوشون رو میگیرن. علیرضا تو آخرین لحظه به خبرنگار میگه جرمش فقط دزدی و آدمربایی بوده و کسی رو نکشته. امیرم به خبرنگارا میگه اگه به زمان قبل از دستگیریش برگرده دیگه خلاف نمیکنه. اگه میدونسته که یه روز به خاطر خلافاش اعدام میشه هیچ وقت خلاف نمیکرده. بعد از این حرفا سه تا متهم رو به سمت چوبای دار میبرن و طنابای اعدام رو به گردنشون میندازن. دو تا برادر تا آخرین لحظه التماس میکردن بهشون فرصت بدن تا رضایت خانواده قربانی‌ها رو بگیرن، ولی برادر یکی از قربانی‌ها از بین جمعیت داد میزنه رضایتی در کار نیست، فقط اعدام میتونه یکم ما رو آروم کنه. دولت خان تو تمام این مراحل ساکت بود و با ناباوری منتظر مجازاتش بود.
ساعت 8:35 حکم اعدام این 3 متهم اجرا میشه و چهارپایه‌ها از زیر پاشون کشیده میشه. با دیدن این صحنه یه لبخند رضایت با تأسف روی صورت بعضی از خانواده‌های قربانی‌ها دیده میشه. خانواده قربانی‌ها به خاطر اجرای حکم از مسئولای شهرستان ورامین و مخصوصا دادستان ورامین تشکر میکنن. چند دقیقه بعد از اجرای حکم جنازه هر 3 محکوم پایین آورده میشه و پزشکی قانونی مرگ هر 3 تاشون رو تایید میکنه. ساعت 9:20 بعد از امضای صورت جلسه جنازه این 3 محکوم به پزشکی قانونی منتقل میشه و پرونده این ماجرا هم بسته میشه. چیزی که در اختیارتون قرار گرفت قسمت 23 پادکست نوار زرد. خیلی مهمه که بدونید ما توی این پادکست فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجراهای جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت‌هاست و خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و ایکسمون ما رو دنبال کنید. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی میکنید. خدا نگهدار.